دکتر عبدالزاده، خب کاک آرش دیجی توانمندی و واقع بون و عملگرایی شخصا بو مهمه که بچه حمایت دیگه کرد. اما خب مگر کس وان انتخابات حداقل اوتش تا که من دیده و من حس کرده و از پیش شاهدم دیگه بگجیا سر خاطر منافع شخصی حمایت از کاندیدایی که کردن و هیچ وجه حمایت دیگه کرد او مطالبات شخصی مشروعا یا نه؟ سوالک سوال کلیه و پیشکش مبهم. زانی منافع هم منافع شخصی هنه فرد، هم منافع گروهی هنه. بحث منافع فردی کن. هم منافع گروهی هنه، هم منافع عشایری هنه، خانوادگی، فامیلی، هم منافع فکری که اصلا ربط به گروه دانیه، ربط به عشایر و شخص دانیه. دکتر از سوال خود رون کم کشکی بوده طرف هیا سخاطر پسته که حمایت کاندیدا اکیده، طرف هیا ماشین اگه کاندیدا استاندیا، طرف هیا گوشی اگه کاندیدا استاندیا، طرف هیا درو استاندیا. یعنی در قبال وان منافع شخصی فردی حمایت کاندیدا کیه. آیا اول مشروع یا نه؟ مشروع اجازه بده از دا معنای که بکم ها ما دو واژه هنده هندک واژه به غلط دینه تجربه کردن. یک واژه مشروعیه، هندک دشتنه عرفی نه، هندک دشتنه خیانتن، هندک دشت عقلانی نه، ها یک دشته که ما تعریفک بخول انتخاباتت ارمیه دا کریه و او تعریفه که روانیه به نوع دشن بجن بین الاذهانی توافق مسکریه. ام بجن کسک شایسته بو انجمن شاروانی باجر ارمیه دا که دفاع برجواندی کرد بکتره دا. تعریفه کم بجن آقا تعریفی هاید که یک بجید برجواندیت کرده اوه که تو جلکیت کردید ببکی، یک بجی اوه که تو کوچه و خیابانیت که اکثریت کردن تو آسفالت بکی، یک بجی اوه که تو اجازه ندهی به ازمانه غیر ازمانه ملی تو پاخوی. برجوان چیه؟ اگر قرار بید هندکش تشتگید بجن، هندک بجن هدفام اوه برای خوب دنه لازمه روشنگری بتکرین به بابت دا. هندک بجن آقا ام دخوازین رجا اندامت انجمن شاربانی لور میدا ام کرده بین سره. اگه قرار بیتن کردک بچیتن بله به هر نیت که کردک بچیتن او رواه، هر کردک بچیت کرده دا قصبی باوری ما او شعاره ده 70 بود از بجم شعارک مددا مدگود ام کردکی بین او یک شعاره اولی برای ام شعاره استارتی بود منطقه باوران من و اوید که اکو مفکرت کنه و او شعاره که کردک بچید من مناقشه سده جدالک مسئله بحثه که کردک بچید با مجلسه از نوکه هیچ رنگکی ندم، هیچ امتیازکی ندم. آقا ها کردک بچیدن نه با انجمن شهروانی نه با پارلمانه، بس عملیه داستان خلاص بود. کسک هیا منفعتا نفرک دیده هیا او پستت خازیدن اما لیاقتش هیا ممکنه تو تگرونه خاره کابرا هندک اصطلاحات عربی هنه، هندک نیت هیا رفتارک هیا دخوازیتن ایکس بشته مجلسه بشته انجمن شهروانی
منافع بو هنه اما در اصل لیاقتش هست. اوی لیاقت کی مشخص که برای خود شعار که ابهامک دیده ده هست. یک اولین شرط اوه که به باورامن آشکرات بیشم شفاف انتخابات نیه. درسته. اما مخاطبه من هنگی و کسی که او گود نید بیسن کسی که هیچ حضور نبید، هیچ سابقه یک نبید، 30 سال عمری بی تحصیل کرده یک بید بجیتن از فلان تشتم دیم ما انجمن شورای شهر به باورا من اوه که فاقد سابقه بیتن اگر شعاره که بو برجواندیت کرد دور میده بدتن اوه صادق نیه گود نه خدا دو 30 سالت بدون کارنامه چوی دو زندگی که رفاه دا ترونش خوره مرفه زندگی کریه هیچ خباتک تنه کریه دو ترکیب و مطالباتت کردان ارمی درک ناکه تو بیجی آقا از دیم دیم من از کرده کی باشم از دیم دیلر به اندام انجمن شوروانی یا زمان نماینده یک اگل خصوصیاتت کابره کد بیتن نماینده دبیت قدمک از عبدالله زاده 20 ساله وکالتت کرد آقا از دغدغمندم برای خودم پرونده رو کنه چه پرونده اگر نه که حاضر بیا ریسک کرد دوران وکالت خدا کابرای ملا حاضر بیا لسا تریبون ریسک کردن راستا یا برجواندی بو ملت ایدا کابرای روانشناس آیا حاضر بیا ریسک کرد کابرای روزنامه‌وان حاضر بیا قلم اکی راستا یا منافع و ملت ایدا پیشند کوین کو رای بدن قدم اگر کرد بیتن کابرای استاد دانشگاه آیا تشتکریه و هر کسک و هر کسی که نماینده بیه آیا دو دوران نمایندگی خدا تشتکریه خب با بخشه کن تشید بدیهی نه ببین نقد بکن و دومین مسئله یک سابقه دو مسئله اوه که او انسانه تواناییات جدال با ورگرتن و مطالبه هبیتن دا کابره بی ارزه هبید که بشه دوی تشتیب کرد یک دید بخواستن ملت و خواستید ملت و سادگی ها ملت کرده پلکان با ترقی ها خو چرون نتخاره یک براستی دخوازید دغدغمند در گوه کارنامه و شایستگی جیه دشه دوی تشتیب کرد یعنی در واقع شهامت ها طرحها و مسئله و مطالبه ها بیتن کل شخصیت ها کابرا را مشخصه کابرا خدا نه او کارنامه که دشه تنوی تشتی مطرح کرد یا نه لذا او نفری که صرفا ابتدا به ساکن دید بخاطر منفعت شخصی پست مقام یا او ببینده که انسان دغدغه من بید خدا هیچ کارنامه اگنیه بلدت کرد و هیچ دفاع عقلی نه به نظر من رفتاره که ناروات کرد اما یک موضوع زور مهمه ده بیان بجین اوشی اوه که منافعت ملته منافعت گله استراتژی و تاکتیکت یک ملت با طرح و مسئله ده حال حاضر ده حال اگل ابهام دایه از مخاطب هنگو دانم چت خوازید کرد نبتنید ارمیه روشنات چت خوازید استراتژی او چیه سیاست او چیه تعامل او چیه نو چوه و که ده تعیین کرد که چه تشتکی ده خوازید دقیقا او سوالا گردراییه به طبقات تحصیل کرده و نخبه جامعه که متفاوت من طبقه سنتی جامعه طبقه سنتی مشخصه نیروی مذهبی استراتژی ها مشخصه نیروی اشاعره استراتژی ها مشخصه طبقات تحصیل کرده او رو چت خوازید آیا اکثریت اگه طرح و مسئله ده هیا آیا لدو حقوق کی ایران شهری وی گفتمان اکو چه بیا به عنوان گفتمان ایران شهری دو گفتمان اکی گفتمانه نه برخلاف ایران شهریت تو رسم
خط و مشیکی استراتژیکی بتنه بو کرد دروشالاتا کردستان تو تحرحت گی و چارچوبه دوش مشخصه، تعاملات مشخصه. کرد دی ایران دا دیگه حاکمیت چه نوع تعاملت کرد؟ دورمیه دا نوع تعاملات دیگه حاکمیت محلی چی بید و دیگه مرکز چی بید و بوی تعاملات دا چه چارچوبه کی فکریه و در این حال دا کوی شلوتوت کی و او ترحته هیا اگر تو دو ایران شهریه وی کرد باکور چه نقشک و جایگاه ده منظومه فکریات ده هیا باشور چه هیا روش آواز چه هیا آیا تو اکو یک شهروند که ظلم لحاط کرن به عنوان حقوق بشر تو دفاع کن یا تو درد روش آواز تو درد خود زانی متعلق به خود زانی اگر تو اوت کی سیاستات دیگه نوع تعاملات دیگه مرکز چیه دیگه کابرای پانتورک در چه تعریفه کرده استراتژی خدا اما اگه ها تا تعریف کرن و اگه تا قدمک برا کر و اگه چارچوب فکری یک تا برا کر هنگی از دشم بجم آیا آقای رسول گلبان وقت فلان کاندیدا که هیچ برنامه نیه حمایتگر خیانت گریه من او چارچوبه گره او دیسکورسه میکره فکره که اغلبی میکره گفتمانه که واقعی چارچوب مداره خستن برخلاف گفتمان بوی وقتی که از بجم آقا کردک بچیتن هیچ یک لوانه فرق نکرد هرچی داب چیتن دابچی در امضا یک دیوار گریتن مجوز یک دیوار فلان چیز ساخت و سازی کردن مشخصه درشه کسی متهم که به خیانته و او واژه خیانته استفاده لیکرن مزنترین و بخو ضربه لو حرکت دلوی جریانت داتن چه کرنا برچسب کی بناو خیانت چون که دو فکرام شور نکردن تو حمایت حسنت که حسن لحسینت که حسین لتعقیب نقید کردن اگر ما چارچوبه که مشخص نبو به فکره که مشخص نبو اجه دو منافع خوبه ما لازمه تو استراتژی تعریف کی بتر کردبون شرطه یا نه او کرده خدا نه چه خصوصیته اصلا فکرات چیه تعاملات چیه و مهمترین خصوصیات اوه کو کسی که چو به مرکز دا بیا اندام لانجمن شهروانیان پارلمانه ارتباطا و دیگر ملت و دیگر موکلت خو حتی روژا کته دا و درده و بخشک انتقالا بخشک به اندازه توانه و قابل دفاع بید اگر شاید کتن امدشین بجین نونه رکی باشه و اگر دشین کرن هم دشین بجین آقا هنک جوش هنک هست حمایت لیتکن اول اصل دعوه که آقا اول برجواندی دونه پاشنگی نفرک دی درد چیتن در هر صورت بحث من فرد بله وقتی کتش یک مشخص بود چارچوبه فکریت دوشی بجی بله اول انتخابه که نامشروع بود اگر معنا نامشروع هم درست استفاده لیب کنیم درست بهره لی ورگیریم البته او کم است انتخابه نامشروعی نبود هر کسی که انتخابه نه یعنی رفتارا و آیا مشروعه یا نه منظورت به درسته یا نه درست انتخاب کریه یا نه او مطالبات او تشتیک و شخصه ورگیرت در قبال و حمایته تو هم ماموستایی هم تحقق خواندی هم تو جامعه شناسی همجی اول 20 چند سالت حوزه سیاسی داری او تشتاک و ورگیرته هر تشتاک بید حتی یک ریال پاره بید در قبال و حمایته مشروع یا مشروع نه کاغ رسول اگر کسک در مقابل منافعت خدا رفتاره که ناروا بکرد و کسکی غیر واقع غیر لایق ناشایست تحمیل کرد سه خلکی دا تبلیغ بوب کرد
و ده ذهن او دا ابد راستا منافعی بیدا بیتن قطعا لنظر شرعی و لنظر حقوقی رفتاره و روانیه. اگر کسک حمایت الانسان کی بکد که انسان لایق و شایسته توانایی هست تقریبا اجماع است توانایی او هست دینی تند چیتن کسکی بجید توره 10 روزا بومن شلا خود تحتیل بکه از مقابل ده حق و زحمت اگه به نظر من هیچ اشکالک نیه. ما مستا از مثال که بود دیدم دا هم نتیجه که یعنی روم بیت اوتشته چون که گلک بحثه ها او محفلی فعال سیاسی ده گلک بحثه از خبرنگارم از خبرنگارم کاندیدای که دیشتم را اصول بره در قبال به حق و زحمه بومن شول که یان حمایت بکه یان فضای مجازی خبر رو لیده تولید محتوایی بکه از چم گرد رونیم گرد تا خودم بعد که 2 3 4 جلسات از گرونیم و بگه همه به نتیجه ای حمایت ها به کاندیدا هرچند ایدئالی منی نه اما از ببینیم خوب باشه حق و زحمه که جی از ایده برگیرم اما او کاندیدا نظر تدا کاندیدا که نالایقه نظر مدار لایقه نظر تا نالایقه. خب وی کسب وی او مطالبه کامل استانده چه نظر تا چیه حلال و حرامی اولی ورد گریته اگه حلال و حرامی ده بی ملاک پیدا کن فتوالی ورد مستوی میلی اگه قرار بیتن نه از بحثه بحثه اگه قرار بیتن از محفل سیاسی برای خود ابداً از اتشتکی موضوع خوی کلی بیجم موضوع کلی ابداً مپوید تو او شخصی که خوب عنوان فعال سیاسی مثلا از کن جامعه شناسی سیاسی میخونده جامعه شناسی سیاسی رابطه نابینا نیروی اجتماعی حاکمیت تعریف کرد یک اگل مزنترین نهاد انتخاباته از بپوید تو من حقه از بیم دخالت داشت کرد اما از عبدالله زاده که دینم دوید انتخابات که مپوید تو هر فعال سیاسی هر چالگوانه که سیاسی بیجتن از بو ملت خباتت کم از دوهنه که کردک بچید من دغدغا کردی هیا اما بچید ده مقابل فعالیت خدا پاریل و کابرای ورگیریتن به نظام رفتاره و درست نیه بیایت رفتاره و درست نیه. اما اگر کسک بیجتن آقا بومن انتخابات مهم نیه از عکاسکم شغلا من عکاسیه یا روزنامه‌وانکم وظیفه من اوه کو از روشنگری بکم تولید محتوایی کابرا کاتیه بجیت من آقا ها بیوگرافی ما منتشر بکن از مقابل دا پاره وردگیرم هر کس اگه از بیوگرافی اوه هیچ اشکالک نیه. اما یکی وکو من عبدالله زاده که ادعا هد بجیتن از بو خلکی و بو برجاندی و ملتای تلاشت کم از بشم پاره وردگیرم رفتارو زور غلطه هیچ تشتکی شخصیت انتخابات رو ورگیریتن لخودکاره که بگیره حتی 100 میلیون تومنه رفتارو ناپسنده کاک حسن نظرم دا محکومه درسته همون خلاص کردی کاک حسن خب تو کسی که کو تایجی به هر حال و وک انجمن فرزانگان از بیجم دیسا و حتی این حد 2 کاندیدا رکرن شورای شهری یک خانم شهره شیرزاد یک جی کاکساله کنهی تیداه از یعنی تخو مقابلا من دا در قبال جامعه یا از روزنامه‌وان در قبال عمل کرده خانم شیرزاد دورا سیدا و در قبال عمل کرده کاک صادق و دوره داد خب پاسخگو دزانه آن نه چون که کاک صادق و خانم شیرزاد وکر به عنوان یعنی از حالت کلی بجم فعالی که پشت ای کاندیدا دراستن دبیت پاسخگوی و عمل کرده بن یا نه یعنی سال خانم شیرزاد باش بود تمام استاد نه اما از سوی باری ما دقیقا از ویتشتی قبول دکم یعنی هرچند از سوی باری ما که انسان دشین بگو هرنج بالاخره پروسیدا اما از وکی کسی وقتی کتیم لکسی که حمایت دکم از سوی باری ما که دبیت از
جواب بدم اجوا که یعنی او تشته که چون از اوی بسته او کسه او شخصیتی و کی کس اکتیم پیشنیار دکن به جوا که به جامعه و گلک جا مثلا فرض که هنده کس شاید با خاطر من مثلا حمایت کسی که بکن یا با خاطر مثلا مهندس خاتمی حمایت مثلا آقای منصوری بکن از سه باری مکو هم نبگشتی اما از سه باری مکو امجد بید دقیقا در مقابل او کسی که هم حمایت بکن در بنا آلیگر دبی هم برپرسیار بنا از بید تشتی قبول بکن و اگر رخنه یک حبیتن مثلا سه آقای توکلی از بی رخنه سر خود بینیم از سه باری من او تشتا قبوله یعنی دبی رخنه لوان کسی بید تاگیتن او کسی که آلیگری مثلا کاندیدوهای که نجی وکی دزانی آرش چون اشاره که به بحثی به هنده بحثی حمایت به آقای منصوری مثلا مهدی منصوری خب حواله که من اگر حتی با انتخاباتی بگو من یکی اگه کسی که من بخوب وکی شخص منی بشگیری دو بایده آقای مهدی منصوری رو وکی کسی که دلیلا من چیه؟ دلیلا من جی که دلیلیم دقیقا آتش که دکتر عبدالله زاده اشاره بکی سابقا خباتی اول که کسی میدان خالونه که یا میدانی دا هبیه یه شیوی جامعه دزانیتن خبات جی که یاد آسته که دا دیگه تاوی نتیجه که از بخوازم بیم بب مکان دیدا وکی مثلا تشتو که ما آقای توکلی دادی که و خود مثلا آقای توکلی سالا 1378 یا حتی نه فعاله مثلا وی دما کز دانشگاه ها زابل دخواند برپرسی کواره که بنای کوران یا قیدیش بیام چو نظام دقیقاً روزحالات بخواد نظام کوران دقیقاً نوع بیام نه تا چلی بپرسی یا وقتی که هات مثلا انجمن فرزانگان دا همیشه راستی فداکارج بود یعنی هیچ وقت که مثلا من عبد صادق بید بخواست رو تدبیر کل انجمنه همیشه رایت اینا شورای مرکزی دا بو همون فعالیتی ما چالاک بو حتی مثلا آستا ایانی دا مثلا فرض بکنه که برپرسه که شبکه اتیاد ایزی ها تا هر بجاتن بار بکه گلک جا گلک مسئول مثلا مسائل علمیه رونشتن هبونه صادق مثلا رونشتن هبونه رخنه کنه هیچ وقت که هنه هات یده اوتشتانه یعنی یک اگه تشتی که بوی باعث که مثلا هم بین پشت صادق راستن دقیقا او خباتا که صادق که ایوان همون سالانه دا و این که به خوب دیده تشتی که بوم مبارکی هبو به خوب دیده از دوارم جواکا مدنی به سالان خبات دیگه سعی دیگه نونری خوری کردن یعنی چا که مثلا طیفا سنتی شاید بخواهید کاندیدای خوری کردن طیفا مدنی سیویل بخواهید کاندیدای خوری کردن خب نه ولی تشتا که مالیات مهمه ذهنیت یعنی او ذهنیت ها که او کسی که کاندیدا داشتن بوی ذهنیتی فعالیت تشتا که مثلا فرض بکه آقای توکلی مثلا یک شعار عقلانیت نوب یعنی مثلا ام سر بارینه که ام بشین عقلانیت که جوالت سیاسیه نو آب بکن هم چند بشین موفق بن چند نشین به خودش تکه که سال پیش به من نشان بدن یا مسئلات خواستم بیشم مسئله وکی مینا که به خود او تشتی که ام دویژن ام هیچ وقت که سه بارینی نکو کوچه اسلام آباد دبید نه اسپورت کنی یا مثلا فرض بکه اسلام آباد دبید پاگ نه تا چکن اتفاقا هم جز وان کسب نکو هم میشه مجی دوست حوالی مجموعیه بود چه مثلا شهر چوی زیادتر استانداردی جهانی مثلا فضای سبز هبید پارک هبید ولی اسلام آباد یک متر چه نبید اما تشتک کلیه ده های به خود داد ذهنیت اگه دبید دیک بشکید بزنانی مثلا واکنش ها آقای توکلی مهر به هفته فرهنگ علمیه دا که هاتکن از باورم تشتک بود دقیقا در راستای عقلانیت ها نو دا که ذهنیت اگه وقتی به باجار ده وقتی هم به شهد اگه بیاده خوی آزایی به بیادهی به آشتی دجین تشتا کلیه دا گلک مهمه اوه که هم وکی برابر بینادیدن یعنی مثلا عقلانیتون و ذهنیتون دا از چه فرقه که نابینا خوب گه ترکه که آذری و شهد هیچ عالیه که دانزانم یک اصلا وظیفه یا اصلا ارکی سرمله چالاکوانه مدنی اوه که دقیقا باز تعریف دکتن چالشی چی دکتن رخنی دکتن بو خاطر هنده که او ساختاری که هنه آنه رخنت که بو خاطر هنده که ساختاره که برابری خاص چی کتن یعنی او تشته او ذهنیته بو ما گلک مهمه و با خاطر هنده جی تشته که بو ما بخود شخصا گلک ملاکه و بو باعث که از مثلا آقای توکلی جی پشتگیری بدمیده دقیقا او خباطه و او ذهنیته بو که ذهنیته که کدوی هنده داره تزنی وقتی هم بحث برابری خاضی دکن هم دجی اولهی و مملکت خبر ندن اتفاقا
اصل اولهی و امنیت او کو امد بجن یعنی ویدامت او مملکت دو اولهی و امنیت چی بیتن که همو گله که همو نتاوه که رنگی خواه بیت او کسی که بیشتم تلیادونیمی ده مهاجری یا ده خلقی یعنی تا حقا که بابا گمه چنه او کسی که دقیقا دجی اولهیه و سیستم اولهی نهاده امنیتی دقیقا دجی وان کسی کاکسان وقتی من کی مگه بیام اجازه ده پیوند نکیلیدم چون داستانا وقتی من گواه آره از موضوعه که حسن جرأت نکر بیجی تو نزد بیجم از خانم شیرزاد نوکس چند موضوع تا بود سوال مثلا خانم شیرزاد و کاک حسن بله که نه جواب ندا جرأت نکرد از ده بیجم هینا هلا از بیجم خانم شیرزاد برای خوب ده خانم شیرزاد نوکت دو شعارت زور اساسی کردواری و کردی و کاندیدات کردت بیجم خانم شیرزاد کسی بود که مدت 5 ساله به جلو بلگت کردی ده شورای شهر ده حاضر بود و اتفاقا زور جاوت بود ده کمیسیون ده حضور پیدات کرد چون جلکت کردی بدابون همیشه دوربینه وقتی که جلکت کردی دوربینه وقتی که اخبارت شورای پخش کرنوه حاضر نبون عکسید وی بدن چون جلکت کردی بدابون زور جاوت بود مراسمه دا که وزیر تاتن جلکت کردی بدابون چوی داره به احترامی جلکت کردی که خانم شیرزاد مقاومت دکر یک داستانا جلکت کردی که مدت 5 سال مستمر او جلکانه بدابون دو فارسی آخوتناو بو یک اگل بحث اوه کنوکه و چند سال پیش نکده بوم بحث روش خانم شیرزاد به مدت 6 سال که عضو شورا یک کلمه ترکی نه آخود به ازمان کردی آخود جلکت کردی بدابون یک اگل شرک همیشه بود کن کد بجن دبی ام نمادت کردی لیره برجستب کن اوه درسته که حتی داستانان گورینا و بحث خبرنگار فلان همیشه اتفاقا آقای امید شکریازی که شاهد زور جواتو بو بحث کادبیه کرنده نو جمع عوام دا که پاشنگ او بحثه هاتا شایع کرن دوی بحث دا خانم شیرزاد به فارسی آخوت بو آقای دکتر فرهادی گود بیه آقا بردا ترکی دانشن برا آذربایجان ده خانم شیرزاد گود بیه آقای دکتر فرهادی با آذربایجان پشت مرزهای ماست اینجا ایران از باید با زبان رسمی صحبت کنیم البته از به تعبیرها ماموسته رخ نده دکتر تخونه دلم ویدی خانم شیرزاد تماخیتی باشده ده پایلی بکی حساس البته جناب گلبان ببخشید مرا گرافش جناب تا بسیار اکلی که ملمه کرد لبابت هندی تا کو کم بسیاری تا اگر ما بون دیماکا آقای صفحه بله از این هم مدویت دکتر حسن نه خیشتی اول تقریبا 3 دوره سه درباز بیده از اول تشتاد از فرض که محال دانیم از فرض که محال دانیم که مثلا تشتک در کوید نامه یک یا هر تشتک در خانم شیرزاد در کوید که جریانه که چه کرد به ضررها خانم شیرزادیان بر علیها خانم شیرزاده آیا اون فرزانگان اون پاسخگوی جماعت بنیان اذهان عمومی بنیان زانی از راستیه که بیشم یعنی از وکی کسایت بخونم شیرزاد رضا احترام قائلن اگر نه چون هم چند سال اگری که دی خبر یعنی فرزانگان خانم شیرزاد برای اندا فعالیتی و درسته بخود خانم شیرزاد البته لیر اصلاح کلیدن داستان معذرت خازمه خانم شیرزاد خارج چون اگر تنگو دقت لکی بر وقته بحث اعضایت فعال انجمن که بحث خانم شیرزاد نکرد بله یا البته نکته سوال اوه بس عمدی نکی وقتی بجیم داریم عمدی نکی خانم شیرزاد خارج ل بحث انجمن فرزانگان فعالیت خود خوابونه دقیقاً بخاطر هندم بحث زور انجویت خیرخواهانه فعالیت یک جار زور هبیه در حوزه اسلام آباد کشتارگاه دا غیر وهندکو اولین جار بون دو خانم جلکت کردید بکرن هاتن هیجانک انتخاباتی بو خلکی چکن غیوانه خانم شیرزاد بخو مستقل لانجمن فرزانگان فعالیتت خوابون طرفدارت خوابون
انجمن فرزانگانش هات حمایت لیکرن خب یعنی دقیقاً داستانا انجمن فرزانگان گه خانم شیرزاده و آقای صدق تارگی دو موضوع متفاوت بود. بحث حمایت انجمن تمام قد پشت خانم شیرزاده بله. و تنهایی حمایت خانم شیرزاده. بله. خب آیا انجمن دیگه پاسخگویی به حمایت خوبید یا نه؟ از توضیح که حالا نخواستم وارد هندک بحث آبم تزانی خانم شیرزاد چاک ما مستگوتی ما به خاطر هند بحث خانم شیرزاده نکرد چون خانم شیرزاد اندامه فرزانگان نبود مؤسسه کیوان یه خیریه هبو گنگچین لوی دا فعالیت دکه و به خاطر هندیج من اشاره به خانم شیرزاده نکرد چون واقعیت عضو شور من او نوع کوینانده همون شورای مرکزی انجمن فرزانگان بود اما به خاطر ما هنگی طرح شد که انجیو که هلنده و عالیه که دیجی من حواله که مثلا خو کشتن خو سلطاندنا جنا شد که سال 84 جوانه بود عالیه که مطرح حق برگیت انجیو که هلند بحث توانمندینا جنا به حس که جنا ویدمی دقیقاً من خانم شیرزادش مگر یک پیوندی هبون حتی گرگ رخستنی که مثلا هبون سطح استانواندا چون چند سال فعالیت دکر مهمت که دقیقاً خانم شیرزاد جی گل مدا هم هیئت رئیس خانه تشکل‌های غیردولتی استان و هندک جیری در جنی مبخو و که شخص پشتگیری داده و ما حمایت جیده که یعنی ذهنیت ما او بکو حتی لوب انجو فکر کم عضوش بود دادم ایدی بحث کرد چه بو او انجمنا استان دا رای گیری کردن هیئت رئیسه خانم شیرزاد بود هیئت رئیسه بود هم اوش گل مده بود اینجا خانم شیرزاد مثلا ذهنیت ما و حتی مثلا فرض بکرد دقیقاً مراسم که خانم شیرزاد قبول بود یعنی روژا مراسمای مطاله را کردش تا تالار مهستان چیه نفشا گل شهری ماله مراسم گیته بود دقیقاً مراسم ها سرکردنا خانم شیرزاد دم او تشته بود من گود دقیقاً ذهنیت ها ما او بکو ذهنیت ها ما او بکو متخواست جنی کد اویمیدا بزانن که جن تنی نهات یا با خاطر اندی که کنجه آشپزخانه دا شروع کردن بلکه جن داشتید مدیریت کلان شهری داشتی بشدار بیتن و دقیقاً هیزه که برابر دگل میرا دقیقاً دست حالاتی دا و هر جایی که دا جامعه دا ها بیتن ام بوی ذهنیت ما پشگیری دا خانم شیرزاده و خب دست بکیجی مگر یک هندک فعالیت کن اما خب واقعیت ها که حبوب باشه هیدو هندک خب فاصله کتن آمده و چند سالی آخری که او جرا که هم اگر یک پیوندی چه نبو راستی اما خب از ایتشتی قبول دکم حمایت لخانم شیرزاده که وسته باری مکو خانم شیرزاد هنگیش گزینه که واقعا شایسته بود چا که ما مستاش پکی کسی که راستی چالاک بود یعنی سالا مثلا 8 و بیشن 45 دا من اصلا یعنی از دشیم نابودم او که چی که چالاک بود میدم یعنی گلک این بود و بخوش خواتا خواه بود آلی خیریه دا گلک زحمت کشا بود چالاک که مدنی بود و از باورم انتخابه من هنگی انتخابه که گلک درست بود اما ایدی او سالی که به خود دیویژن دمه که وقتی نابین اومده چی بود من ایدی وکی یعنی خانم شیرزاد جدا بود اگه نابین ما و خانم شیرزاد دا چی بود حتی که من پیوندی که خانم شیرزاد هبیه حتش تکبی خود از خود برپرسیار بزنم ولی ایدی پشتی که هم دیگه کده وقتیان ایدی او وقت سکدی از معذرت خواستم دو تشتا هم برای مؤسسه دا هم برای فرزانگان از زیدب کمل فرمایشید و نه لازم بنیرینەوە دکتۆر زادی چ لەسەر مؤسسە ئەحمەدی خانی و ئەنجومەنە فەرزانگان با خوبید لە بەشە داویدا ببینن.